در این درس انگلیسی ما با شما فعل از همه مهمی انگلیسی رو می‌آموزیم. این فعل زیر استعمال و این فعل she wants to be a doctor. Так, وای خوب و گنده وای چی است؟ سودیا؟ سلام زبان آموزان، نام من صدی و این زبان آموز است که هر هفته برای شما زبان انگلیسی می‌آموزد و در این درس انگلیسی ما با شما آیدی فعلی سوپر مهمی زبان انگلیسی فعلی to be گپ میزنیم. این فعلی از همه سر استعمال در زبان انگلیسی و کلمه از همه مهم در این زبان است. اگر انگلیسی ماشین باشد پس فعل to be چرخهای آن است و به چرخ شما دور رفتن نمیتوانید. فعل to be در زبان تاجیکی بودن ترجمه می شود. بودن در یگان جا، بودن در خانه، ماشین، درون دریا، افریقا و حتی تگی زمین، یعنی مکان را می فهمد. و بودن یگان خیل کلون سفید، چرکنجه زرد خندان، قیمتی با صفت و قلبلند سبزینه، این صفت را می فهمد. و بودن یگان کس یا اینکه یگان چیز را می فهمد، یعنی دکتر، راننده، حیوان، فوتبالیست، توپ، تلفن و حتی دوست. این چگونه که فهمیدید ما همه چیز را با فعل to be گفته میتوانیم، هم مکان، هم حالت، هم صفت و هم اسم را. مثلا I'll be there in 5 minutes. I'll be there in 5 minutes. من بعد از 5 دقیقه در آنجا میشم. یعنی بودن است. دیم You better be careful. You better be careful. تو خوب ترش باید احتیاط کار باشی. Careful احتیاط کار این صفت است. سیم She wants to be a doctor. وای میخواهد که دکتر باشه. در خاطر دارستون که یکی از خصوصیات های مهمی فعل to be در آن است که وای وابسته با جانشین ها عوض می شود. مثلا با جانشین های I وای میگیرد I am a teacher. با جانشین های he, she, it یعنی جانشین های شخصی سیومی تنها فعل to be is می شود. یعنی he is a smart boy. She is a beautiful girl. It's a good telephone. با شکل جمع یعنی با we, you, they و شکل are میگه are یعنی we are not students. ما دانشجو نیستیم. You are very smart. تو بسیار باعقلی. They are too far. آنها بسیار قفا موندن. آنها در قفا در پشتن. مثلا I am a sinner. I am a sinner. Only be sure that he is a Muslim. Only be sure that he is a Muslim. تنها انیختم که وای مسلمان است. After all, she is a judge. After all, she is a judge. خوب بگنده وای سودیا است. She is a good girl. She is a good girl. وای بسیار دختری خوب است. It's a good story. این حکایه بهترین است. این حکایه خوب است. We are here to make money. We are here to make money. ما اینجا برای پول کار کردن اومدیم. We are here to make money. They are the Nazgul. They are the Nazgul. آنها نزگیلند. You are a cop. You're a cop. شما میلیسید. این تو میلیسید. فعل to be یگانه فعلی می باشد که در زمانهای زبان انگلیسی با فعل یاری دهنده اطاعت نمی کند. نه و یگان فعل یاری دهنده را اطاعت نمی کند. خودش در اول جمله آمده جمله را سوالی می کند و خودش حسچه اینکاری ناتس را قبول کرده جمله را اینکاری می کند. یعنی برای این کار کردن چیز شما می توانید گویید که I am not a teacher. من معلم نیستم. He is not a good man. وای مردی خوب نیست. She isn't here. She is in Germany. وای در اینجا نیست. وای در آلمان است. They aren't in club anymore. آنها دیگر در کلاب نیستند. We aren't students of this university. ما دانشجویان این دانشگاه نیستیم. آید اختصاره ها و چسباندن فعل با دیگر کلمه ها. اگر شما اهمیت داده باشد بعضی از جمله ها با فعل to be با حسچه اینکاری not چسبیدند و بعضی از آنها نه. فعل to be با جانشین ها و حسچه های not میچسبد و با اپوستروف آن را میتوانیم اشاره کنیم. مثلا I am
میتواند در شکل کوتاه I'm باشد. یعنی I am a teacher, I'm a teacher, I'm. He, she, it با is آنها میتواند چسبند. یعنی she's, his, its. We میتواند با R چسبد. یعنی we are میتواند we're شود. We're. They are میتواند their شود. Their. You are میتواند your شود. Your. و در وریانت اینکوری is not میتواند isn't شود. Is not میتواند isn't شود. یعنی وقتی که میچسبد و are not میتواند aren't شود. aren't. و طرز خواندن آنها نیز دیگر میشود. یعنی isn't و aren't. am not متاسفانه چسبانیده نمیشود و با جای آنها در وریانت لهجوی امریکایی آنها ain't میگویند. یعنی شما ain't رو در صورت‌های رپ، در صورت‌های زمانه‌ای میتونید شنوید. یعنی آنها ain't میگویند. ain't باز میتواند تمامی دیگر اختصارها را نیز عوض کند. یعنی isn't و aren't رو نیز میتواند عوض کند. It ain't that bad. این اونقدر بد نیست. She ain't here. Why در اینجا نیست. I ain't monster. Why are you escaping me? من مونستر نیستم. تو برای چی از من میگریزی؟ و برای جمله سریعی ترتیب دادن و سوال دادن با فعل to be و فعل to be رو پیش از جانشین میمونیم. یعنی is it working? Is it working? یعنی این کار میکنند. Is he my brother? Is he my brother? Is she your English teacher? آیا وای معلمه زبان انگلیسی شما است؟ Are they coming? Are they coming? آیا آنها آماده هستند؟ Are you okay? Are you okay? شما خوبه؟ Where you going, sir? جناب ما با کجا میرویم؟ در سوال گذاری مخصوص با قول دیگر WH questions که باید کلمه های مخصوصی سوالی ساخته می شود. To be am is are بعد از کلمه و بعد از کلمه سوالی می آیند. مثلا Who am I? Who am I? من کیم؟ Where are you? Where are you? شما در کجایی؟ What is he? What is he? وای چیکار است؟ Why is he so happy? Why is he so happy? برای چی وای بسیار خرسند است؟ When is your birthday? When is your birthday? زادروز شما کی است؟ How are your parents? How are your parents? والدین شما چیکار است؟ How much is this computer? How much is this computer? یعنی این کامپیوتر چند نرخ می‌ایستد؟ چند قدر است؟ اگر در زمان گذشته گپ زنیم و فعل to be رو استفاده بریم کلمه های am is are عوض میشوند با کلمه های was و were. یعنی I, he, she, it عوض میشوند با کلمه was و we, they, you عوض میشوند با کلمه were. یعنی شکلی جمع. مثلا I was there 2 years ago. من در آنجا 2 سال پیش بودم. He was a teacher. وای معلم بود. She was with my brother. وای با برادر من بود. It was very popular song in 19s. در سالهای 90 این به نهایت صورتی مشهور بود. We were in Kulo back in 1990. در سالهای 90 من در کلوب بودیم. They were at room 34. آنها در حجره 34 بودند. You were a great friend of my father. تو بهترین دوستی پدری من بودی. یعنی چقدر که گفتیم وقتی که ما در زمان گذشته که میزنیم فعل is are با فعل was were عوض میشوند. و همچون وظیفه و تست آید درست درک کردن این موضوع جمله های در اکرام بوده رو درست کرده در کامنتر نویسید و اگر این درس با شما کمک کرد با صفحه ما ابونه شوید زنگوله رو پخش کنید تا از درس های دیگر با خبر باشید. تو درس های دیگر دوستان I'm off.